بیش از 9 میلیون دلار حساب بانکی قاسم راهبر در شویتزاریا یافتند. بگذارینش. ما و شما این مقاله را شاید 10 هفته پیشتر گردی زبان ها اومد، ولی من واقعا در این نقطه حرفی نزده بدون به خاطر مصروفیت ها و دیگر کارها و دیگر برنامه های پیش آمد که رفتیم. ولی بعد بار دیگر من این اخبارات وقتی ورق زدم خواندم، برام بسیار عجیب تافت که این قاسم راهبر قبلا رئیس ولایت سوخت هم نیز بود. خب با اتهام آنها حساب بانکی سال 2004 گشوده شده است. تا سال 2011 فعال بوده است. در این 8 میلیون و 883 هزار و 230 فرانک شویتزاریا به حساب حاضره باشد. اگر به دلار بگیریم 9 میلیون و 641 هزار و 454 دلار آمریکایی نگاه داشته شده است. طبق قانون منصبگزاران دولت در تاجیکستان از حق داشتن مبلغ در بانک‌های خارج یا مملکت‌های بیگانه یعنی بیکار کرده شده. آنها حقی ندارند که در کشورهای خارج مبلغ‌های خودشون بگذارند. ولی یک نکته خیلی عجیب و خیلی خنده آور هم هست. این سابق رئیس ولایت، عین حال رئیس ناحیه حصار، رئیس شهر حصار، قاسموف حرف میزنه که من مریض بودم و یک شخصی که شخص خارجی که میخواست در تاجیکستان بیایه و سرمایه گذاری کنه، به خاطری که ما همراهش در خارجه بودیم و برای که من در خارج طبابت میگرفتم، برای طبابت حتما یک خوابشاتی بانکی لازم بود و هنگامی من در حالت بیهوشی بودن و یعنی بی فکری بودن آمد توسط پنهانی از من چیکار کرد؟ امضا گرفت و کارت شاتی بانکی باز کرد. البته شویتزاریا یک کشوری نیست چون کشوری کروپسیا زده مثل فساد زده مثل تاجیکستان باشد که یک نفر دیگر تواند در بنام تو کارت بانکی یا شاتی بانکی باز بکنه، مبلغ هزارها میلیون ها دلار در آنجا خواب بکنه. این اصلا یک فانتزی است، از عقل بیگانه است. چون من در کشورهای اروپایی زندگی میکنم و بارها یعنی که با این حادثه ها روبرو میشم، حتی یک کارت بانکی که میخوای در یک بانک برای باز بکنی، شخصیتت مشخص باشه، جای زیستت مشخص باشه و نمیدونم شناسنامت مشخص باشه، اون امضایی که میگذاری باید خودت باشه، یعنی که پتویجداد بکنی که این تو هستی. و شویتزاریا کجا رسه؟ به شویتزاریا که 9 میلیون و 10 میلیون دلار اصلا برای شویتزاریا، برای بانک های بزرگ شویتزاریا یعنی پول نیست که در اونجا تقلب صورت بگیره. میلیاردها دلار میلیاردرها در اون بانک ها خوابیده است. ولی قاسم راهبر، قاسموف گمان کرده است مردم تاجیکستان یک مردمی از فرهنگ دور، از منطق دور، از عقل و از سیاست دور است که میبره یک افسانه برای مردم میگه. ببینید قانونگذاری کشور برای این شخصیت ها و این نفرها من کرد از در خارج کشور شاتی بانکی شدن را، ولی این نفر به نام خودش شاتی بانکی داره در خارج. 9 میلیون دلار البته که اگر ما بگیریم یک پول اونقدر بزرگی نیست، ولی با این 9 میلیون دلار میتونی که 20 تا یا که 30 تا زیادتر از اونم مکتب بکشی، بنگاه طبی باز کنی، باغچه کودکانه باز بکنی، یک از 5 تا 10 کارخانه های خرد صنعتی بسازی که چیکار کنه؟ کمش ده شاید که زیاده از 10,000 یا که 20,000 نفر با این مبلغ میتونه جای کار پیدا بکنه. اما این در برابر رئیس ولایت بدنش این مبلغ ها را دزدیدن، بردن در بانک های خارجه سرمایه گذاری کردن. اگر که ما بگیم این همه قدر دزدیده است، واقعا اینجا از فهمیش ما وابسته است که من بسیار یک فهمیشی تنده داشتم، کمی داشتم که این نفر گویا که 9 میلیون دزدیده باشه. این یکی از اون شادهای بانکی است که در خارج شده شده است. البته رسانه‌ای کردن این اخبارات هم فلسفه خودش داره، یعنی بدون کدام یک بازی هیچگاه نمیتونن که ایرا پیشکش اینها بگردونن که
آگاهی بکنن که این یکی از کسای شما هستن که در خارج شاتی بانکی دارین. و البته چنگ نزد است با وزیرها و با راهبریت و با دختر و با پسر و با داماد و با او کسایی که نزدیک به رحمانوف و رژیم او هستند و به خود رحمانوف. فقط شاید یک پیغامی بود، یک آگاهی بود، یک بانگ خطری بود که برای به گوش آنها رسانیده. شاید خاموشی رحمانوف هم در قضیه این شب و روزی که ما و شما میبینیم همین باشد و همین پیغامی که از طرف به اینها رسانیدن شاید همین باشه. و در ویل در دیگر حالت رحمانوفی که من میشناسم و میدانم و تا امروز تحقیقات بالاش گذراندیم و نظر سنجی کردیم در چنین قضیه و خصوصا شریک استراتژی آغوش گرفته رحمانوف که خاموش است، این از عقل از منطق بیرون است که چرا یک کشوری که 80% وابسته اما میتونه که خاموش باشه؟ نه. و شاید این بانک حساب بانکی رسانه‌ای کردن هم یعنی یک پیغام خاص داشت برای رحمانوف از جانب غرب. و این نفر من نمیفهمم که آیا همین تحلیل به کسایی که از این رژیم دفاع میکنین آیا همین گپ میتونه منطقی باشه که در حالت بیهوشی مریضی از فرصت استفاده بردن برای این یک شاتی بانکی شده باشن و 9 میلیون دلار در اونجا داخل کرده باشن؟ آیا همین منطقی است؟ آیا میتونه به همین اصول مردم فریب کرد؟ من نمیدونم، شاید کسایی باورش بکنن. واقعا ما در اون شک ندارم. اگر حاضر یک وکیل پارلمان اگر ما برنامه دعوت کنم براش بگم که آیا همین حادثه چنین است، شاید بگه خب ایشون راست میگه، شاید مریض بود از حسابش کسی شاتی بانکی باز کرده است. در حالی که من واقعا جستجو کردم، نظر کردم، نوارهای را تماشا کردم که برای باز کردن یک شاتی بانکی در شویتزار چی لازم است؟ شخصیت مهم است. شخصیت نفری که میخواد شاتی بانکی باز بکنه او مهم بود است. اولین درجه باید تو باشی. یعنی نمیتونه از حساب کسی دیگر یک نفری فوق العاده به نام تو یک کارت بانکی باز بکنه. این غیر منطقی است در کشورها. ایلو اگر در روسیه میگفتن از لحاظ فساد خب میگفتم شاید، و ایلو در تاجیکستان میگفتن چشم میجا نمیزدم، میگفتم بله تو راست میگوی حساب تو کسی باز کرده است. ولی در اروپا و خصوصا در شویتزار یک کشوری است که واقعا از این لحاظ خیلی مهم است و نمیگذاره که آن جای موقعی که در دنیا داره یکی از بهترین بانک های شویتزاری میگن که میلیاردها دلار در اون کشور چرخ میزنه در برابر 9 میلیون قاسم تقلب کار بکنه. این منطقی نیست. یعنی این نفر از خاموشی جامعه فکر کرده است که مردم ما دیگر در فکر خیالش مهاجرت، زندگی پست، دیگر چیزها است. این نفر میتونه که از همین قضیه بیرون بره در حالی که افسانه میگه به گوش مردم. این یکی از اونهایی است که از 1000 نفر یکی شما میگیم که این قدر یک مبلغ شاید 10% مبلغش باشه که اونجا بوده است. خانه های گران در تمام کشورهای خارجی از جمله امریکا و اروپا و روسیه و ترکیه و این کشورها در اون شکی نیست. بوستانسراهایی که نرخ شاید میلیون میشه، شاید با حساب فرزنداش و دامادها و کلونها و دخترها و نویرها و اویرها که شاتهای بانکی و تجارت ها دارن. یعنی کمش این نفر حساب کنه که تا 100 میلیون دلار خسارات ضرر آوردگی است. کمش ده. و اگر بالاش حساب کنیم شاید که 500 میلیون. این یکی از اونهاست. و امروزه او رئیس‌ها و وزیرایی که در گرد و اطراف ما و شما چرخ میزنن و شخصای به فرهنگی که میبینین اونا چقدر غارت میکنن، اونا چقدر میدزن، اونا چقدر خونی مردم هم میجفن. یک زن میگه که من 125-130 سامان نفقه دارم، 280 سامان آرد میخرم. نفقه مردم، معاش مردم، کمک پولی مردم، نمیدونم دیگر کمک هایی که برای مردم باید برسه، این افراد، این غارتگرا، این کسایی که مسئولن دزدی میکنن. طبیعی است که پس میبیا یک نفقه خیر برای 100 سوم زار میشود، یک معلم برای 800 سوم یک ماه جان میکنه، یک دکتر میرود دست به چی میزنه؟ به تلبیدن میزنه. برای یک بیمار رفته در بیمارخانه خواب رفتن پولی نمیدونم بخیلک میگن در پاهاشون او را باید بده، پولی جای خواب بده، پولی دستشویی بده، پولی سرشویی بده، پولی رخت دیگر، پولی سویت بده، پولی این بده، پولی اون بده. برای یک بیمار در برابر طبابت گرفتنش باز یک برابر دیگه مصرف ها داره. به کدام خاطر؟
به خاطری که اون همشیره‌ای که در اونجا کار میکنه، اون مدبراتی که در اونجا کار میکنه، اون چی میگم پالشویی که در اونجا کار میکنه، اون نیاز داره به این پول. اون مبلغی که میتیان معاش حداقل در کشور معین کردن و مجموعی مسائل داخلی را نگاه میکنی، به هر یک سری اهالی $700 در یک سال توغری میگیره. $700. آیا به همه چیز آیا میتونه زندگی پیش بره؟ این است که دوستان عزیز، مایزری این نقطه خب جامعه ما کروپسیا، پلات حساب، دیگر شخصیت هایی که پروکراتوری جنرالی چرا پرونده بود، چرا تفتیشات نیست؟ گویا یک باد بود رفت $9 میلیون پولی کم است، یک معلم بیچاره برای 100 سم از یک طلبه پرونده جنایتی براش باز میکنین. یک کارگاه بازرسی دولتی اتومبیلی که نمیدونم یک 20 سم میگیره براش پرونده جنایتی باز میکنید و دیگر شخصا. ولی $9 میلیون پولی کم است. $9 میلیون پولی کم است. برای چی جامعه خاموش شد؟ برای چی او غارتگرای بالایی که نشستن، تماجنی، پروکراتور، MVD، دیگر که گبه که هستین نظارت میکنین، پلات حساب دیگر، چرا در این قضیه خاموشین؟ چرا دلای جنایتی باز نکردین، تفتیش نکردین، نظارت نکردین، بویگری نفر حساب نکردین؟ یک نفر، یک رئیس، یک وزیر، یک نمیدونم معاشش چقدر است و 9 میلیون در چند سال باید کار بکنه؟ آیا همین چیز با معاش همین نفر توغری میگیره؟ چرا نظارت نمیکنه؟ این نفر این کار نمیکنه که پولی من نیست. این نفر میگه که من مریض بودم، خواب بودم، یک نفر آمد برای من چیکار کرد، دستخط گرفت، امضا گذاشت، از نام من باز کرد. این منطقی نیست. این در عقل درست نمیبیو. و هر کسی که در همین عقیده است میگم تو مریضی، تو احمقی. هر کسی در همین عقیده است که گویا یک نفری بیگانه فوق العاده از نام شاتی بانکی باز کرده است. این از دوستان عزیز یک نقطه ای که جامعه ما را آوردن به همین نادانی فکر کردن زدن. در این جامعه نه همه نادان است. اگر تو رئیس جماعت و رئیس محله و رئیس شهر و رئیس ولایت مثل خودت فکر میکنی که این جامعه مثل خودت تو پای است، نه. افرادی هست که نقطه گذاری میکنه، حرف میزنه، فکر میکنه که تو در سطح یک رئیس همیشه تحلیل کرده میتونی که ای شاتی کسی یک شاتی بانکی باز کرده است. منطق در کجا است؟ کی را میخوای فریب کنی؟ جامعه فکر میکنه همین را قبول میکنه. شاید یک گروه، بله یک گروه شاید، اما چونی نیست. این را از یادتون دور بکنین که میتونی به این اصول مردم فریب بکنی.